ما فکر میکنیم که خدا ما را از بالا می‌نگرد، اما خدا ما را از داخلمان می‌بیند. اگر شما آدمی را یابید که همراهش میتوانید به شرم همه کار را کنید، یعنی در تنهایی چی کار میکنید آن را کرده توانید، او را مثل هوا قدر کنید. آدمی با قوت آن نیست که آدمی بی قوت را مغلوب کند. پرقوت همان نفر است که برای با قوت شدن آدمی بی قوت کمک کند. تصادف وجود ندارد. همه چیز در دنیا یا تجربه یا جزا یا خود مکافات است. حیات روزهای گذشته نیست، روزهای باقی مانده است. آن جایی که ما را انتظار است، ما حتما در مهلتش می رویم. اگر شما چیزی را نایل شدن خواهید، باید همین گونه رفتار نمایید که گویا شما آن را دارید. همان نفرانی که کتاب می خوانند، همیشه آدمانی تلویزیون تماشا می کرده را اداره می کنند. وقتی به نفر با یک انگشت اشاره میکنی، ببین که 3 انگشت دیگر به تو مینگرد. دشمنی از همه خطرناک شبهه است. از قفای شبهه شده ما آن چیزی را گم میکنیم که امکانیتی به دست آوردن را داشتیم. قاعده اساسی موفقیت این است: وقتی دیگران خواب میکنند شما آموزید. وقتی دیگران گپ میزنند شما کار کنید. وقتی دیگران بازی میکنند شما آموزید و کار کنید. پس از 20 سال نسبت به کرده هایتان از نکرده هایتان پشیمان می شوید. اگر انسان معنی حیات را کابد، او هیچ چیز را نمی یابد. اگر انسان خودی حیات را کابد، او مضمون حیات را می یابد. حیات زرافه‌ای که رنگ سفید و سیاه دارد نیست. حیات تخته شاهمات است. اینجا همه چیز از قدم تو وابسته است. نسبت به زیبا گفتن، زیبا اجرا کردن بهتر است. حالا شما در کجای نباشید از همانجا آغاز کنید. وقتی تو تنها هستی معنای آن را ندارد که تو ضعیف هستی. این معنای آن را دارد که تو همان قدر پرقوت هستی که میتوانی آن چیزی را که انتظار هستی به دست بیاری. در فکر خود با احتیاط باشید، نه در کاری اجرا شده ایستاده. نه همه وقت آن نفری که گناهکار است بخشش میپرسد. آن نفری که میخواهد مناسبت را گم نکند بعضن عذر میپرسد. دوستان را ما خودمون انتخاب میکنیم، اما دوستی حقیقی را وقت باز میدارد. مناسبت حقیقی به انسان از کیفیت و رفت کار وابسته نیست. عشق تحفه خدا است. محبت یگانه چیزی است که ما میتوانیم تقدیم کنیم، اما باز به خودمان میماند. به یگان انسان آنقدر اعتماد زیاد نکنید، زیرا حتی سایه شما هنگام تاریکی شما را ترک می سازد. در دنیا فقط یک راه عشق را سزاوار شدن است. طلب کردن را بس کرده، تقدیم کردن را آغاز نمودن. فکر نکرده گفتن برابر به نشان نگرفته پرانیدن است. همه می خواهد دنیا را دیگر کند، اما هیچ کس نمی خواهد خودش را دیگر سازد. بسیار آدمان در همانجا شکست میخورند که موفقیت را یک قدم باقی مانده است. نگاه ما مانند ساعت ما است. همه آن وقتهای گوناگون را نشان میدهد، اما همه به ساعت خود باوری دارد. کاری که به شما پسند است آن را انتخاب نمایید و یگان روز کار کردن شما لازم نمی شود. وقتی به من وزنین است، من همیشه فکر میکنم که اگر تسلیم شوم کارم خوب نمی شود. حیات این سلسله مشکلات است و انتخاب در دست ماست. یا میگریزیم یا حل میکنیم. در حیات مهم نیست که تو چگونه میافتی، مهم است که تو چگونه میخیزی. با عقاب پرواز کردن خواهید، با مرغابی ننشینید. هیچگاه مصلحت آن نفری را که شما آن گونه شدن نمیخواهید گوش نکنید. یگانه نفری که تو خودت را باید مقایسه نمایی، این امروز و گذشته خودت است. توکل کنید. اگر بریدید خوشبخت میشوید، اگر باختید خردمند. به انسان باوری کردن مشکل نیست. مشکل آن است که دوباره باور نمایی. انسان ها تمام عمر یگان چیزی بهترین را میجویند، اما در آخر آن چیزی را به دست میآورند که سزاوار آن هستند. ما را هیچگاه فریب نمیدهند، ما خودمان فریب میخوریم. هر روز به هر یک انسان نکم از 10 امکانیت دیگر شدن واگذار کرده می شود. کدامی را انتخاب کردن در دست ماست.
موفق باشید.